سلام بیننده عزیز، به اخباری آزادی خوش آمدید. امروز 17 ایول و من زرنگز نوروز شاه با جمع همکاران تا 15 دقیقه دیگر با شما هستیم. حالا توجه کنید به نامگویی چند گزارشی برنامه. روسیه از سازش صادرات گندم اوکراین به کشورهای نیازمند افریقا، خاورمیانه و آسیا خارج شده شرط گذاشته است که به صادرات گندم و نیروهای مینرالی این کشور اجازه داده شود. به فایده است یا بر ضرر، نظرهای مختلف درباره منع صادرات سمنت تاجیکستان به خارج کشور. دامساز و خانه و مثال گیریم بسیارتر از سبب همین چی طلبات بسیاره. و مهاجر زنگور است که پلیس آمد. بازداشت و تفتیش‌های شدید در روسیه از زنان مهاجری تاجیک را هم ترسان و گریزان کرده است. پارتینکاها مدرید کند همه. روسیه اعلام کرد که سر از 17 ایول شرکتش در سازش صادرات گندم اوکراین را متوقف می‌کند. این سازش به سابقه ماه ایول سال گذشته زیر سرپرستی سازمان ملل متحد و ترکیه تهیه شده امکان می‌داد که در شرایط جنگ گندم اوکراین از بندرهای بحر سیاه به کشورهای افریقا، خاورمیانه و آسیا صادر شود. نرخ بلند مواد غذایی ساکنان این ممالک را به قشاقی و حتی گرسنگی روبرو کرده است. سخنگوی کرمل دمیتری پسکوف در نشست مطبوعاتی این خبر را تصدیق کرد و افزود روسیه به تطبیق این سازش زمانی برمیگردد که تقاضاهایش اجرا شوند. کرمل بارها تهدید کرده بود که اگر مانع‌ها برای صادرات گندم و نیروهای مینرالی روسیه رفع نگردند، مسکو از سازش خارج می شود. اوکراین یکی از صادرکنندگان اساسی گندم و روغن رستنی است. با آغاز تجاوز روسیه، صادرات این مواد از اوکراین دشوار شده، نرخ مواد غذایی را در اکثر کشورهای جهان به طور رکوردی بالا برد. برنامه را ادامه می‌دهیم. تاجیکستان صادرات سمنت را به خارج کشور منع کرده است. هفته گذشته خدمات گمرک از زیرساختارهای منطقوی خود دعوت کرد از صادرات سمنت به خارج جلوگیری کنند. مقامات گمرک هدف از این امر را تامین بازار داخلی با این مصالح گفته است. اما این دستور کاری صاحبکارانی را که به صادرات و تجارت سمنت مشغول بودند به مشکل دچار کرده است. تفصیلات در گزارشی علیشیر ظریفی و امیر ایسایف. 3 روز باز صاحبکاران تاجیک نمی‌توانند سمنت خود را به خارج کشور برند. منع صادرات سمنت در نامه خدمات گمرک به زیرساختارهای منطقوی این نهاد ذکر شده است. در این نامه رئیس گمرک به نقل از دستور سروزیر میگوید با مقصد تامین بازار داخلی برآوردن سمنت به خارج کشور منع کرده شود. تاجران از جزئیات این تصمیم بی‌خبرند ولی تاکید می‌کنند که عین حال طلبات به سمنت زیاد شده است. نرخ نوای از 3-4 سوم ارزان‌تر بود نظر به اصولای سال با کاندر قیمت‌تر از 3-4 سوم. نرخ یک خلطه سمنت که قبلا 48 تا 50 سومانی بود حالا به 55-56 سومانی رسیده است. این تاجر در یک روز 250 تا 300 خلطه سمنت می‌فروشد. وی افزایش طلبات را به گسترش کارهای ساختمانی ربط می‌دهد. سبب ساختمان بسیار شده است. خدا به شکر آبادی بسیار دامساز و خانه و مثال گیریم بسیارتر از سبب همین چی طلبات بسیاره. منع صادرات سمنت مسئولان برخی کارخانه‌های سمنت براری را نگران نموده است. نمایندگان چندی از کارخانه‌ها در صحبت‌های بدون ثبت گفتند اگر منع صادرات دراز مدت شود آنها مفلس خواهند شد، زیرا صادرات منبع اساسی درآمدشان بوده است. در بین تاجران از آن صحبت می‌شود که طلبات ساختمانی نیروگاه راغون به سمنت زیاد گشته است. وزارت صنعت و خدمات گمرک تاجیکستان مسئله را شرح ندادند. برخی از کارشناسان تصمیم حکومت را در کوتاه مدت مثبت ولی در دراز مدت منفی ارزیابی می‌کنند. صادرات سمنت در سالهای اخیر به یک منبع درآمدی اسعار نقد خارجی در تاجیکستان تبدیل شده بود که بیش از حدود 200 میلیون دلار طبق آمارهایی که اخیراً دسترسند به کشور از حساب صادرات سمنت اسعار نفت وارد می‌شد. بنابراین این تصمیم حکومت البته انگیزش معلوم به خاطر تامین نیازهای داخلی به سمنت جلوگیری کردن از بالاروی نرخ آن است، اما از سوی دیگر این پیامدهای ناگوار برای در دراز مدت برای اقتصاد ملی تاجیکستان داشته میتواند. عبدالله اشروف میگوید تاجیکستان با این تصمیمش میتواند بازار سمنت را در خارج کشور از دست دهد و بازگشت به آن کاری آسانی نخواهد بود.
бинобар омори расмӣ тоҷикистон 16 корхонаи истеҳсоли семент дошта солона беш аз 4 миллион тонна семент тавлид мекунад. соли гузашта зиёда аз 1 миллион тоннаи он асосан ба узбекистону афғонистон содир шудааст. рейду тафтишҳои пайҳам дар Русия кору зиндагии занони муҳоҷирро ҳам ки шуморашон солҳои ахир то рафт бештар мешавад мушкил кардааст. Онҳо ҳам баробар бо мардон аз тарси боздошту ихроҷ аз пулис мегурезанд ва дар ҷангалу хонаҳо панаҳ мебаранд. бархе аз ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд аксари занони муҳоҷир барои харҷи зиёд накардан бе патент ва расмиёти дигар дар Русия ба кор шурӯъ мекунанд ки дар ниҳоят барояшон дарди сар эҷод мекунад. ҳоло аҳволи занони муҳоҷири тоҷикро дар Русия дар гузориши аз Мирзонабии Холиқзод мебинем. ای چرخ فلک همیشه تابم دادی از اول زندگی عذابم دادی. مهاجر زن تاجیک بعد فرار از تعقیب پلیس عذاب و مشکلات خود را با این دو مصرع تصویر کرده است. وی و همراهانش در کراسنودار از یک رید پلیس گریخته اینجا پناه بردند. 3 ساعت شد اینجا گشتیم. 10 کسمون بردم و کار اومدگیم پولیا. از لای در اومدیم، آب در اومدیم، درونی درختای خوردار در اومدیم، گریختیم. پارتینکه همو در رید کند همه. این زنی مهاجر نمیخواهد چهرش را نشان بدهد. در یکی از کشتزارهای کراسنودار کار میکند. میگوید از ترس پلیس به خوابگاه برگشتن نمیخواهند. اینجا لیس جانکو در عذاب مردم. شدید شدن عملیات علیه مهاجران کار و زندگی زنان مهاجر را هم سخت و مشکل و هم آنها را ترسان و گریزان کرده است. شاهده 1 سال پیش بعد جدا شدن از شوهر برای تامین فرزندان به روسیه آمد. میگوید پتن ندارد و با ترس و هراس و پنهان از چشم میلیسه ها به بیرون می رود. پتن 600 چی دیگه نسپردم پتن ما. اون یکی مثال 600 پتن میسپاری، 6000 کوارتیرا میسپاری. همه ایده گفتم باشداکو مروی کنم استوزای خیلی نمی چی میکنی؟ گریخته بجا یک روز پیش ایدی قربون ملیسوتو به همین داری لیفت سرم کردن وجود نداشتم قپیدم قریب می بردنم. شاهده در تاجیکستان خانه ندارد. میگوید مجبور است در این شرایط هم طاقت کند و اینجا بماند. در این کشور و خانه پاکسازی میکند. یعنی نه خانه ارسا آمدم تازه کردیسم خانه شان تکالونه میگه 10,000 میتونم چی میکنی؟ مجبوری هوا میگوی میومیست تازه میکنی. بنا به آمار رسمی در یک سال 2022 تقریبا 130,000 زن به مهاجرت رفتند که 2 برابر بیشتر از سالهای دیگر بوده است. زنان اکثرا در خانه و صحرا و کارخانه و ساختمان ها تمیزکاری میکنند. میگویند کارشان سبک نیست ولی به فرق از مردان معاش کم میگیرند. با خدا با ترس کار میریم، با ترس میوییم. ما در اسکلات کار میکنیم، کارمون وزمین ساعت 8 تا 8 ساعت 8 شب تا 8 سحر ما فقط برپا میکنیم. زلیخا علی محمد و مادر 5 فرزند بعد مرگ شوهر راه روسیه را پیش گرفت. شوهرش را چند سال پیش در حادثه ناخوشی در ساختمان نیروگاه راغون از دست داد. میگوید چند سال تلاش کرد از شرکت صابر که شوهرش در آن کار میکرد برای فرزندان نیمه یتیم جبران پولی بگیرد، اما دعوایش پررقانه نشد و فرزندان را در خانه خویش و تبار مانده مهاجرت رفت. چند جایی که من مراجعت کردم، چند جایی که من عریضه نوشتم، عریضه ما فقط امی جوابش امی اجداد نی. حامیان حقوق میگویند ماهای اخیر بازداشت مهاجر زنان هم در روسیه بیشتر شده است. به گفته آنها به فرق از مردان مهاجر زنان اکثرا پتن ندارند و بود و باششان را رسمی نمی کنند و این مشکل آنها را در کشور بیگانه دوچند می کند. بسیار هم زنان هستند که در اینجا کار میکنند اصلا با کارهای یعنی سیدلکگی بگیم در همون خانه یگان کمپیر نگاه میکنند یا اینکه کودک نگاه میکنند، اصلا با همین کارها مشغول هستند و در این کارها هم معاش اونقدر بلند هم ندارند
و از بس که اون که بیرون که نمیبراین و اکثریت حجت نمیکنند متاسفانه. در همین هفته راستی برای من 2 زن مراجعت کرد برای اینکه در جای کار با پاتنت مسکو در ولایت مسکو خپیدگی بودند، اونا رو گرفته دیپورت کردن. حامی حقوق تاجیک میگوید در برخی حالتها زنان با کودکان خردسال هم دستگیر و در بازداشتگاه موقت نگهداری میشوند. همصحبتان ما زنان مهاجر تاجیک میگویند برای همه آنها دوری از فرزند سخت است، اما به خاطر تأمین آنها و با امید دریافت سرپناهی در کشور مجبورند تمام این سختی‌های مهاجرت را تحمل کنند. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. شما اخباری آزادی را تماشا دارید. گرمی هوا در تاجیکستان طی چند روزی اخیر به بالاتر از 40 درجه برابر شده هوای گرم و غبارآلود کار و زندگی مردم را کمی مشکل کرده است. آژانسی هواسنجی اخیراً خبر داد که بر اثر چنگباد یا هوای غبارآلود در کشور از 19 تا 21 ایول حالت افلاس شوی هوا در نظر است. همکاران ما از چند ساکن پایتخت پرسیدند که در این روزهای گرم تابستان چی حال دارند و گرمی ها را چگونه می‌گذرانند. ما بیشتر آخری میخوام در کنیسایی نه ماشین دم منم مثلا تست کسال میشه سردرد میشه میشه نه بیزش سواد میکنم خودم ای خیلی تک تا آخری بسیار استفاده میبریم. ما وای میکنیم در خونه بسیار ترش تستیم کم برآمده استیم برای کارهای ضروری همین روز برآمدیم تمام کاندیشنر و آبازی خانه در بسین داره. خیلی آبوی همین معدنی خیمون آبوی تشنه شکنه. بعد همین سویا سلقینی و در کاندیشنر هم استفاده نمیبریم تمام. خیلی آب بسیار تامین نوشیم خیلی سوز خیلی زشته بو قرار دارم میگردن خیلی سلامتی ما بهتره خیلی کاندیشنر استفاده میبریم خونه دا نمیبریم تمام خیلی زنهای خونه شین هستیم ما خونه میشینیم. ما در خر نغز ما آموختیم در زمستان هم خیلی در تابستان هم در کالودستان میداریم خیلی حیات همین شگرانه یا بقرشگاه آوا میگیریم کشیده رفته هم میگیریم کارمون پیش میبریم. در گرمی تابستان آبازی میریم یک ورزاب میریم تای کاندیشنر میداریم بسیار وقت پیشای فانتانا میریم میشینیم خیلی دیگه. البته که جایهای سایه حرکت میکنیم وقتهای گرم یعنی بعد ساعتهای همین 12 تا ساعتهای 3 حرکت میکنیم که با جاهای یعنی آفتابی نبرویم. آبای تشنه شکن همین چیزها میخوریم ده. اساساً اکنون همین از با فکری من دیگه این تشخیصات تکنیکی و یا گویم که آبازی اگر وقت داشته باشیم دیگر علاج دیگر نیست. بیننده‌های عزیز، اگر شما هم در این باره نظر و اندیشه دارید میتوانید زیر این نوار در صفحه‌های آزادی در شبکه‌های اجتماعی به ما نویسید. حالا میرویم به یک خبر. بنا به گزارش‌ها گشت پلیس اخلاق در ایران دوباره آغاز می شود. هدف آن رعایت اجرای قانون‌ها درباره حجاب یا روسری زنان است. سخنگوی پلیس ایران روز 16 ایول گفت ناظران در جای‌های اجتماعی آنهایی را که لباس غیر عادی می‌پوشند و معیارها را ویران می‌کنند نشان خواهد گرفت. این اظهارات در حال صدا داد که بنا به پیام‌های تایید نشده در شبکه‌های اجتماعی گویا ماشین‌های پلیس اخلاق را در چند شهر ایران دیدند. در پی ناآرامی‌هایی که پس از مرگ مهسا امینی در ماه سپتامبر سال 2022 سر زد، گشت پلیس اخلاق در ایران بازداشت شده بود. نزدیکانش گفتند امینی 22 ساله با گمان رعایت نکردن حجاب بازداشت شده بر اثر لطوکوب جان داد. در ناآرامی‌های سال گذشته در ایران کمش 500 نفر کشته و ده‌ها هزار نفر دستگیر شدند. اخبار آزادی را اینجا به پایان میبریم. سپاس از شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش‌های مهم و جالب دیگر را در وبسایت و صفحه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی دسترسند. خدا نگهدار شما.